الهام محکموف نطاق مشهور برنامه‌های روسی تلویزیون تاجیکستان صبح 4 آگوست سال 2023 پس از بیماری طولانی درگذشت. مراسم وداع و نماز جنازه الهام محکموف قبل از نماز پیشین در محله 82 شهر دوشنبه دایر می شود. الهام محکموف زاده دوشنبه شهر بوده در سالهای 90 باعث نطاق قسمت روسی برنامه اخبار، برنامه اساسی شبکه آن وقتها یگانه تلویزیون تاجیکستان معروفیت پیدا کرد. او بعدا در برنامه صبح تلویزیون تاجیکستان مسئولیت تهیه برنامه ها به زبان روسی و خودش نیز برنامه صبح روسی را گردانندگی میکرد. الهام محکموف بعدا به روسیه رفته چندین سال در کنار کارگردان شناخته زاده تاجیکستان والری احدوف باعث پرودیوسر در تهیه فیلم ها کمک کرد. او سپس باز به تاجیکستان برگشت و چند سال باعث سردبیر شعبه تاجیکستانی میر شبکه مشترک تلویزیون و رادیوی کشورهای سنگ کار کرد. همکارانش در گذشت الهام محکموف را خبر پردرد و ناگهانی نامیده از او باعث یک انسان با همه مهربان، صاف دل و به تمام معنایش انسان یاد کردند. بعد خانواده محکموف و اهل ایجادی کشور این تلفات بزرگ را تسلیت